ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز شنبه 4 شوال المکرم سال 1445 هجری قمری برابر است با 25 حمل سال 1403 هجری شمسی و مصادف می شود با 13 اپریل سال 2024 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت در آغاز سرخط خبرها. افزایش میزان صادرات کالاهای داخلی در سال 1402 در کشور در مقایسه با سال گذشته. سپری شدن روزهای عید سید فطر در فضای کامل امنیتی در هرات و خوشنودی مردم از نیروهای امنیتی. و روند رو به رشد صنعت لبنیات در ولایت هرات. مشروع اخبار. شهروندان هرات از سپری شدن ایام عید سید فطر در فضای کاملا امنیت استقبال می کنند. آنان در کنار قدردانی از تلاش‌های ارگان‌های ملکی و نظامی امارت اسلامی تاکید می‌کنند که مردم توانستند شب و روزهای عید را در آرامش کامل سپری نمایند. جمشید واحدی گزارش می‌دهد. چهارمین روز عید سید فطر در شهر هرات. شهروندان این ولایت در کنار استقبال از سپری شدن ایام عید در فضای امنیت میگویند که مردم این روزهای مبارک را به خاطر آرام پشت سر گذاشتند. امنیت در روزهای عید خیلی خوب بود. ما تشکر میکنم از نیروهای امنیتی از امارت اسلامی افغانستان، به خصوص در روزهای عید شب روز ما که هر جا که رفتیم خیلی خوب بود. روزهای عید بسیار خوب سپری شد، بسیار امنیت خوبی بود. سپاسگزارم از امنیت ملی خوب از امارت اسلامی، سپاسگزارم، خیلی امنیت خوبی. این شمار از شهروندان هرات همچنان تاکید می‌کنند که مقامات امارت اسلامی بیشتر از هر وقت دیگر در امر آوردن امنیت و آبادی کشور تلاش می‌کنند. الحمدلله روزهای عید به خوبی و خوشی الحمدلله سپری شده و کدام اتفاق امنیتی ان شاء الله که نیفتاده و الحمدلله تشکر می‌کنیم از امارت اسلامی که همچنین تدابیر امنیتی در روزهای عید گرفته شده و قدردانی می‌کنیم از اونها. روزهای عید خیلی امنیت خوبه. اگر همیشه همینجور امنیت باشه ما خوشحالم هستیم. فعلا خصوص در عید مبارک و این روزا خیلی خوب امنیت، خیلی هم خوشحالیم. از سوی هم اداره محلی هرات در کنار تاکید بر حفظ امنیت و وضعیت موجود از مردم می‌خواهد تا با نیروهای امارت اسلامی همچنان همکار باشند. در کل نیروهای امنیتی همیشه در خدمت مردم خود بوده و خصوصا در شب و روزهای عید ما شاهد امنیت کامل در هرات بودیم و مردم عزیز ما بدون کدام دغدغه امنیتی به دید و بازدید و مسافرت های خود ادامه دادند و اداره محلی هرات باز هم به تمام ملت عزیز هرات اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی در خدمت شما هست و شما کدام نگرانی در بحث امنیت نداشته باشید. باید یادآور شد که طی بیشتر از 2 سال گذشته در نتیجه تلاش‌های مقامات امارت اسلامی موجودیت امنیت و آرامش در کشور بی‌سابقه بوده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات از افزایش میزان صادرات کالاهای داخلی کشور در سال 1402 از طریق این ولایت خبر می‌دهد. به گفته عامل اجرایی این اتاق در سال گذشته بیش از 71,000 تن انواع کالاهای تولیدی کشور که بیشتر شامل محصولات حیوانی، میوه‌جات خشک، نباتات طبی، سنگ و انواع معدنیات بوده به ارزش مجموعی 127 میلیون دلار به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات از افزایش 19% میزان صادرات کالاهای تولیدی کشور در سال گذشته خبر می‌دهد. به گفته عامل اجرایی این اتاق در سال گذشته بیش از 71,000 تن انواع کالاهای تولیدی و پیداوار زراعتی کشور که بیشتر شامل محصولات حیوانی، میوه‌جات خشک، نباتات طبی، سنگ و انواع معدنیات بوده به ارزش مجموعی 127 میلیون دلار به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است. امارت اسلامی از بعد به کامیابیشون تا اکنون تلاش زیاد به خاطر فراهم‌آوری تسهیلات برای تاجران و سرمایه‌گذاران و صنعتکاران نموده و از جمله برای صادرات
توجه خاص را مبذول داشتن. ادارات زیربط همیشه هدایت دادن به خاطر از اینکه برای تاجران و سرمایه گذاران به خصوص تاجرای صادر کننده سهولت‌های زیاد را فراهم کنند و فعالیت گمرکات افزایش یافته. همچنان برای تمام اداراتی که در بخش صادرات زیده دخل هستند بر نوع هدایت دادن که خارج از اوقات رسمی هم فعالیت بکنند. با این حال رئیس اتحادیه صادرکنندگان و شمار دیگر از مسئولان شرکت‌های صادرکننده در هرات از روند رو به رشد صادرات کالاهای مختلف تولیدی و دیگر اقلام زراعتی و مالداری در کشور سخن می‌زنند و تاکید دارند که این روند هر سال بهتر از سال قبل آن است. سال 1402 ما صادرات زیادی که داشتیم به کشورهای حوزه خلیج بود، سعودی بود، ترکیه بود، هند بود و قسمت زیادی به سمت اروپا و حتی آمریکا هم ما صادرات داشتیم. صادراتی که ما داشتیم بیشتر محصولات باغداری و زراعتی کشور ما بوده که از قبیل مغز پسته بود، مغز جلغوزه بود، زردآلو خشک بود و انواع و اقسام کشمش بود. سال خوب به حساب بارندگی زیاد شده. پارسال هم حدود تقریبا 700-800 تن ما زیره صادرات کردیم. دیگه کشمش زیاد صادرات کردیم که از قیصر میاد ری میکنیم کشور دبی امارات. دیگه زیاد صادرات کردیم. اداره محلی هرات نیز تاکید می کند که امارت اسلامی به گونه کامل از پیداوار مختلف زراعتی و دیگر تولیدات داخلی حمایت می کند. د اسلامی امارت تګلاره دا د چې خپل د داخلي تولیداتو ننګ او حمایت وکړي په ټولو برخو کې، هغه که د صنعت برخه ده، که د تجارت برخه ده، که د زراعت برخه ده. باید یادآور شد که افزایش میزان بارش برف و بارانهای اخیر در کشور به ویژه هرات امیدواری ها را به افزایش سطح برداشت محصولات زراعتی و بلند رفتن میزان صادرات آن را افزایش داده است. رئیس اتحادیه لبنیات فروشان محلی در هرات از روند رو به رشد این صنعت استقبال می کند. به گفته او در حال حاضر در کنار ارسال محصولات تولیدی لبنیات هرات به شماری از ولایت‌های دیگر، برخی از این محصولات به بیرون از کشور نیز صادر می شود. شعیب جلالی در این مورد گزارش می دهد. یکی از صدها مرکز تولید، پروسس و بسته‌بندی محصولات لبنی در شهر هرات. مسئول این مرکز تاکید دارد که در حال حاضر پروسس و بسته‌بندی محصول لبنیات در این ولایت بیشتر از هر زمان بهتر شده است. نسبت به چند سال پیش خیلی خوب شده لبنیات، هم از لحاظ بهداشت خوب، هم از لحاظ تولید خوب، هم از لحاظ کیفیت خوب. گوداری‌های زیاد شده، فرمای زیادی ایجاد شده و تولیدات خوب داریم. هم ما داریم، هم دیگه کسایی که در بخش لبنیات هم دارم. او همچنان از همه شهروندان کشور می‌خواهد تا از محصولات و تولیدات مختلف داخلی استفاده کنند. با این حال رئیس اتحادیه لبنیات فروشان محلی در هرات نیز از موجودیت هماهنگی کامل میان همه کسبکاران این صنف سخن میزند و تاکید دارد که در نتیجه حمایت و تلاش‌های مقامات امارت اسلامی صنعت لبنیات فروشی در این ولایت هر روز رو به رشد میباشد. ما بیرون از ولایت از هرات و تمام ولایت‌ها ما لبنیات خود مانند مسکه، خامه اینا به ولایت‌های دیگر هم توزیع داریم و حتی به خارج از کشور و پاکستان هم ما مسکه هرات ما توزیع داریم. با این حال آمر مالداری ریاست زراعت هرات نیز تاکید می‌کند که همکنون شمار زیاد از محصولات تولیدی لبنی این ولایت به کشورهای مختلف جهان صادر می‌شود. موږ د هرات ولایت ټول لبنیات پروشاتو ته دا اطمینان ورکو چې د زراعت ریاست هرات امریت مالداري په دې تلاش کې دی چې دا صنعت نور هم وده وکړي. موږ هره ورځ په ښار کې یو ټیم لرو. دا ټیم ځي د کوم سرشیر چې دی یا کوم مستي شیدې د ټول څخه څارنه کوي چې با کیفیت وسی او کیفیت برابر وسی. باید یادآور شد که گفته می شود همکنون 400 مرکز فروش لبنیات در هرات فعالیت دارد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. افزایش میزان صادرات کالاهای داخلی در سال 1402 در کشور در مقایسه با سال گذشته
سپری شدن روزهای عید سید فطر در فضای کامل امنیتی در هرات و خوشنودی مردم از نیروهای امنیتی و روند رو به رشد صنعت لبنیات در ولایت هرات. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار. زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من.